بچه‌های تیم ملی ما توپ رو همچنان در اختیار دارن. محمد جواد سفری رو می‌بینید که در میانه زمین آمده. حالا موقع برای تیم ملی ما هست. رضا حسین پور ضربه میزنه در برگشت. رضا حسین پور گل برای تیم ملی ما. بالاخره قفل دروازه تیم ملی عربستان را شکستاندیم و دروازه رو باز کردیم. بازی 1-0 شد و شیم بچه‌های ما دروازه رو باز کردن. چقدر خوبیم، چقدر خوب این بچه‌های ما. بریم برای افتخار، برای مرور و برای پیروزی. این ضربه جان 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 بنازم. چه تیمی، چه بازی. فوتسال افغانستان به تیم ملی عربستان در نخستین بازی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با گزارش من محمد داوود نادری. نیمه نخست با برتری 1-0 ما به رختکن رفتیم. امیدواریم در نیمه دوم هم بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. بازم کار دارن. میشه چپ از این موقعیت محمد جواد سفری نشان میده که یک سوپر استار به مهره کلیدی تیم ملی فوتسال ما هست. محمد حسین بود برای محمد جواد سفری. بازم حسینی موسوی پاس برای فرزاد محمودی. خودش فرزاد محمودی یکی از بهترین چپ‌های فوتسال کشور ما هست. فرزاد پاس زیبا به فرصتی که از دست میره برای تیم ملی ما. تو برای تیم ملی ایران باز خنده فرصت ضربه دیگر. رضا حسین پور میزنه و دروازه رو برای من توپو باز میکنه. بچه‌های ما مقتدرانه به دوم میرسن. بازی میشه 2-0. تیمی که میشه موفق کرده نام افغانستان رو بلند میکنن در میادین بین المللی. ببینیم هم ضربه رضا حسین پور دوباره در برگشت زد و دروازه رو با پای چپ باز کرد. شماره 7 زیبنده رضا حسین پور. افغانستان 2 عربستان سعودی 3. ما به جهان نشان میدیم که ما کی هستیم. هم گفت به امکانات زیادی دارن. فرصت دروازه خالی که باز نشد. کپتان اگر کمی دقت بیشتر از خودش به خرج میداد حالا شاید دروازه برای بار سوم باز شده بود. دروازه بان عربستان باید مراقب باشه. عربستان قرار داره این ضربه فرصت میگیره محمد جواد سفری. دیوار ما در درون دروازه. صخری به نام محمد جواد سفری چه توپی را گرفت. ناممکن ممکنه برای او. محمد جواد سفری فرصت داریم. موقعیت